فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و بیننده دیگه در رابطه با جماعت پرسیدن که برادرشون 4 ماه جماعت رفتن 10 روز باقی مونده، آیا میتونن قبل از اینکه 10 روز تموم بشه یا حالا 4 ماه 40 روز هر اعداد و نصابی که دارن قبل از اون جماعتشو رها کنه و برگرده؟ هیچ اشکالی نداره. این ایامی که مشخص کردند و این به اصطلاح مدت زمانی که 3 روز و 4 ماه و 40 است، اینا یک الزام شرعی نیست، اختیار خود شخص است. تصمیم گرفته برود، الان تصمیم گرفته زودتر برگرده، هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود نداره.